طبق نقشه چورابینی‌های اوید با اجرای دستور سپارش‌های سروزیر جمهوری تاجیکستان جریان سفر کاری به شهر و نواحی‌های ولایت خرطوم از 17 مارس سال 2023 و امر رئیس ولایت خرطوم از 4 می سال 2023 درباره تشکیل و گذراندن مشق‌های غیر نقشه‌ای با جلب قوا و واسطه‌ها نظام یگانه دولتی ناحیه به نام شمشیر شاهین اوید به پیشگیری و رفع عاقبت‌های آفت‌های طبیعی با اجرا و راهبری گرفته شده روزهای دهم 12 می در منطقه خفناک سوی سرچشمه دهه اودینابایی طریق استفاده تکنیک و جلب ساکنان کارهای معین به انجام رسانیده شدند. امروز در جماعت دیوت سرچشمه دهه اودینابایی سوی دهه مذکور از سیل‌آوری‌ها تازه کرده شده طرف قسمت راست ساحل بخوف گردانده شده ایستاده است. مورد ذکر است که وابسته به اجرای دستور سپارش‌ها سد محافظتی علاقه ساخته ایستاده و اینچنین با جهت گذراندن کارهای پیشگیری کننده و ساحل مستحکم کنی اهل جماعتچگی جماعت دیوت سرچشمه فعالانه اشتراک دارند و مقصد اساسی گذراندن چاره‌بینی مذکور این پیشگیری حالت‌های فوق‌العاده و کاهش دادن خطر آفت‌های طبیعی میباشد. در این روزها نظام یگانه دولتی ناحیه به نام شمشیر شاهین اوید با پیشگیری و رفع عاقبت‌های طبیعی کارهای ساحل مستحکم کنی سفربر گردیدند. در این سمت سهمی ساکنان دهات را باید قید کرد. با کمک آنها برای ساحلبندی کارهای زیادی دستی اجرا گردیدند. ساحل این قطعه سوی از پرتوها تازه کرده شده برای سیمتوربندی امکانیت مساعد فراهم آوردند. جماعت دیوت سرچشمه سه تا منطقه خفناک دارد. منطقه خفناک کلان‌ترین است در دهه اودینابایی است که مؤسسه تاسیسات میانه عمومی رقم 23 در نزد همین سوی است. ما تصمیم گرفتیم با مقامات حکومت دولتی ناحیه شمشیر شاهین MCS کمیته ولایت‌های فوق‌العاده که ناحیه همین ناحیه همین دهه اودینابایی رو کمی هم باشه مقصد ساحلبندی را مستحکم کردن. نقشه داریم در این سوی که 100 تا تخته سنگ‌هایی که در این دهه و حالت سیل مقصد سیل دستگیری می‌یابد همین چیزا رو ما باید چیکار همین. در این چوره‌بینی اوید به پیشگیری و رفع حالت‌های فوق‌العاده در حشر عمومی ساکنان دهات سرچشمه کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها آموزگاران نفران دیگر قشرهای جامعه فعالانه اشتراک ورزیده در این کار عمومی جمعیتی سهم ارزنده خود را گذاشتند. در روزی سوی سرچشمه مسافه 12 کیلومتر را تشکیل داده در شفت آن 13 دهه موجود است. گزارش خواجه نظری خدای نظر ظهورов از دهات سرچشمه ناحیه به نام شمشیر شاهین برای برنامه اطلاعاتی نوید.